بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. قسم به آفتاب و درخشندگی پرشکوه آن و به ماه چون به دنبال آن می آید و به روز چون شکوه آن را آفتاب تجلی می دهد و قسم به شب چون آن را می پوشاند. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. و به آسمان و ذاتی که آن را بنا کرد و به زمین و ذاتی که آن را هموار کرد و به نفس انسان و ذاتی که آن را برابر ساخت و به او فجور و تقوایش را الهام کرد. واقعا رستگار شد کسی که آن را پاکیزه ساخت و زیانکار شد کسی که آن را آلوده ساخت. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. قوم ثمود به سرکشی خیش حق را تکذیب کردند. آنگاه که شقی‌ترینشان دست به کار شدند. سپس رسول خدا به ایشان گفت اشتر خدا را با آبخورش به حال خودش بگذارید. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. او را تکذیب کردند و اشتر را پی کردند. پس پروردگارشان ایشان را به سبب گناهشان به عذاب فراگیر محو کرد و سرزمینشان را هموار ساخت و خداوند از پیامد آن هراس ندارد.